دارها أيا دارها. باب من تبرز على لبنتين. باب مستر بياني كسكي قضاء حاجات ميكون على لبنتين بدو خشتها، يعني بيك جاي بلن قضاء حاجات ميكون بخاطرك وقتك قضاء حاجات ميكون كي جسد إنسان لباس إنسان شتل نشوى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول. واسع بن حبان از عبد الله بن عمر رواية كرك وقفتا مي قفت إن ناسا يقولون بركز مردم ميغان إذا قعدت على حاجتك هنقامك بخاطر قضاء حاجت ميشني فلا تستقبل القبلة، بس بقبلة استقبال نكو ورخ خذ بطرف قبلة نقردني، ولا بيت المقدس ونبى طرف بيت المقدس ورخ خذ بقردان. فقال إيقاف بعض مردم ميزانا إيقاف شان درس نيس يبرداشت خذ عبد الله بن عمر اسكي أزمي عمل كرد رسول الله ميكونا. فقال عبد الله بن عمر قفكي لقد ارتقيت يوما يقينا ما بالاش دم يكروز على ظهر بيت لنا بشاتي خاني ما اصلا شاتي خاني خدش نبود شاتي خاني حفصه رضي الله عنها بود كي حفصه رضي الله عنها خانم رسول الله صلى الله عليه وسلم بود وحفصه رضي الله عنها خوهرش بود خاني خوهر خاني خد انسان ازي خاطر قفتك على ظهر بيت لنا بشاتي خاني ما بالاش دم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما ديدم رسول الله صلى الله عليه وسلم را على لبنتين بالاي دخشت نشستبد مستقبلا بيت المقدس در حالك روي خد بطرف بيت المقدس دور دابود لحاجته بخاطر حاجته خد نشستبد. وقال وعبد الله بن عباس بواسي بن حبان قفت لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، شايد كتوى الجملة كساني هستك يصلون على أوراكهم كنماز ميخونا على أوراكهم بسيرين هاي خد، يعني خد الجملة كساني هستك وقت كنماز ميخونا خد بهمراء زمين دا وقت سجدة مي چسمانه. إلى بخاطر أزي قف شاهد كعبد الله بن عمر واسي بن حبان دي دبود وقت كنماز ميخوان كده نماز خد بلن نقرفت بود سجدة أزي خاطر برش قفت بود كتو الجملة كساني هستك يصلون على أوراكهم. فقلت لا أدري والله. واسي بن حبان قف ما قفتم نمي دانم قسم بالله ما يرى متوجين اسم. قال مالك إمام مالك كيك رواة حديث أدر تفسيري يصلون على أوراكهم قفتك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يعني توازم لك ثاني هستك نماز ميخونا ولا يرتفع عن الأرض والزمين خذ بلن ميكونا يسجد وهو لاصق بالأرض سجدة ميكونا در حالك خذ بهمراء زمين چسبنده باشه. وقتی انسان سجده میکنه شکم انسان باید که از رانهایش دور باشه، رانهای انسان از ساقهایش باید که دور باشه، دستهای انسان هم باید که از زمین بلند باشه و سرینهای انسان بلند باشه. بینمی قسم انسان سجده باید بکنه و این خلاف سنت است که کسی وقتی که سجده میکنه خود به همراه زمین میچسبانه. بعضی مردم درباره سیاسر میگه که سیاسر وقتی که نماز میخونه مرد خو باید خود بلند میگیره، لیکن سیاسر وقتی که نماز میخونه سیاسر باید مکمل خود به همراه زمین بچسبانه. این غلط است. در بین نماز مرد و زن کدام فرق نیست، فقط این فرق است که زن مکلف است به اینکه وقتی که نماز میخونه مکمل باید خود پد کنه، غیر از رویش و غیر از کفینش و مکمل بدنش باید پد باشه. اگر قسمتی از عورت زن برهنه باشه ولو که تکی تنها استاد باشه نمازش نمیشه. دیگه نماز مرد با زن کدام تفاوتی نداره. در این مورد کدام حدیث نامده. اینمی تشریعی که رسول الله به خاطر مردها کرده که خودش با کدام شکلی که نماز خوانده و گفته که صلوا کما رأیتمونی اصلی و کدام شکلی که ما را میبینین که نماز میخوانم به همون شکل شما نماز بخوانین. این تشریع به خاطر مردان است و به خاطر زنها است. و در این مورد کدام حدیث نامده که رسول الله به خاطر زنها کدام هدایت خاص داده باشه که شما
وقتی که سجده میکنین خود به امرای زمین بچسبانین. اینمی طریقه نادرست است. از این خاطر عبدالله ابن عمر با واسع ابن حبان انکار میکنه که اینمی طریقه درست نیست. اینجا مناسبت حدیث به همراه باب در اینمی جاست که فرأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی لبنتین، ما رسول الله را دیدیم که بالای دوش خشت نشسته بود به خاطر قضای حاجت. یعنی وقتی که انسان قضای حاجت میکنه، در وقت قضای حاجت انسان باید که از زمین بلند باشه به خاطر که جسد انسان و لباس انسان چتل نشه. و این حدیث امام بخاری به استدلال میکنه، پیشتر گفت که الا عند البناء جدار و نحوه، مگر در صورتی که انسان در آبادی باشه، در بین انسان و در بین کعبه حائل باشه یا دیوال باشه یا کدام چیز دیگه باشه، در اون صورت استقبال به کعبه حرام نیست. این نظر امام بخاری است و به این حدیث استدلال میکنه. در این موضوع تقریبا چند نظر وجود داره. برخی از علما به این نظر هستند که استقبال و استدبار یعنی رخ دور دادن به کعبه یا به کعبه پشت خود دور دادن در وقت قضای حاجت، چی در صحرا باشه و چی در خانه باشه، یعنی چی حائل وجود داشته باشه یا نداشته باشه، این حرام است. علی کل حال حرام است. این نظر تقریبا اکثر صحابه بود که از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه که حدیث گذشته را که روایت کرده، این از جمله صحابه است که نمی نظرش بود که استقبال و استدبار در هر جا حرام است، چی در صحرا باشه و چی در آبادی باشه، در هر جایی که باشه. از همین خاطر است که ابو ایوب انصاری میگه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه، میگه ما در شام آمدیم پس ما تشنابها را یافتیم قد بنیت نحو الكعبه، تشنابهایی که به طرف کعبه ساخته شده بود، رخش طرف کعبه بود. فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، پس ما وقتی که دو تشنابها رفع حاجت خود می کردیم، فننحرف عنها، ما از کعبه خود مایل می کردیم دیگه طرف می شستیم، ونستغفر الله عز وجل، و در دل خود از الله استغفار می کردیم، طلب مغفرت می کردیم که ما بعد که رخی ما به طرف کعبه نباشه. این از این معلوم میشه که از همین صحابه نظرشان ای بود که حتی در خود تشناب اگر انسان باشه هم استقبال و استدبار به کعبه درست نیست. و دیگه نظری است که استقبال و استدبار مطلقا جایز است. به حدیث عبدالله ابن عمر استدلال میکنن. و دیگه حدیث جابر است، جابر بن عبدالله رضی الله عنه حدیث ابو داود روایت کرده که او میفرماید که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیش از اینکه یک سال پیش از اینکه وفات میکرد او را دیدم که به طرف کعبه شریفه پیغمبر اسلام به طرف کعبه استقبال کرده بود و رفع حاجت خود میکرد. از حدیث جابر و از حدیث عبدالله ابن عمر استدلال میکنن که مطلقا جایز است. این حکم در ابتدای اسلام بود و پس آن حکم منسوخ شده. و دیگه نظری است که بعض علما در استقبال و استدبار فرق میکنن، میگن که استقبال رخ دور دادن به کعبه این حرام است و استدبار جایز است، به خاطر که در حدیث عبدالله ابن عمر اینجا آمده مستقبلا بیت المقدس، روی خود به طرف بیت المقدس دور داده بود، مستدبرا الكعبه، پشت خود به کعبه دور داده بود، روی خود به طرف بیت المقدس دور داده بود. میگه معلوم میشه که استقبال به کعبه حرام است، اما استدبار به کعبه این پروا نمیکنه، جایز است. و بعض علما خو قدر تشدد میکنه که حتی استقبال به کعبه و استقبال به بیت المقدس مردوش بیر حرام میدانه. با یک حدیث استدلال میکنه که لا تستقبلوا القبلتين، شما به دو قبله که قبله اول بیت المقدس بود و دیگه کعبه قبله هست، با دو قبله شما استقبال نکنین. لیکن او حدیث ضعیف است و حدیث ثابت نیست. على كل حال امام بخاری رحمت الله علیه و اکثر علمای معاصر نظرشان است که اینمی حکم مختص به صحرا و اگر کسی در خانه در تشناب قضای حاجت میکنه باز استقبال و استدبار به کعبه کدام باقی نداره. به حدیث به خاطر که جمع بین حدیث ابو ایوب انصاری را به صحرا حمل میکنن و حدیث عبدالله ابن عمر با بنیان و آبادی حمل میکنه، در جایی که در بین انسان و در بین کعبه حائل باشه به حملش میکنه. لیکن ما برداشتی که ما داریم مطلقا حرام است، به خاطر که نمی عملی که عبدالله ابن عمر روایت میکنه ایرا قضیه عین میگه،
يك واقعية مخصوصة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فعلا رسول الله نشان ندادا عبد الله بن عمر بن فحانت منه التفاتة أزمان قهاني نظر مسرش أفتيد يعني قصدان طرف السنة مكدنا قهاني نظر مسر رسول الله أفتيد أجر التشريع بخاطر كل أمة ميبود رسول الله بي مكلف بود كي إرى بكل أمة بيان كنا لكن رسول الله إرى بخاطر بكل أمة بيان نكرده فعل مجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال التخصيص دارا أما قولش احتمال التخصيص ندارا وقت كده بين فعل قول تعرض مياه قول مقدمة بفعل بخاطرك احتمال دارك إنما فعلك رسول الله كرده الجملة خصوصية هاي رسول الله باشا بعض چیزها رسول الله أحكامش بأمت فرق میکنه إمكان دارك يا الجملة خصوصية هاي رسول الله باشا وقولك يا ده احتمال التخصيص وجود نداره تشريع بخاطر كل أمتس ودقا قانون وقتك دربيني مبيح ومحرم تعرض مياه يك حديث محرم باشا يك عمل حرام ميقردنا وحديث دقا يك عمل جائز ميقردنا محرم مقدمة سبا مبيح بايد بو عمل شواكي كدام شيزي يك عمل حرام ميقردنا هذه خاطر نظري راجح بما معلوم بشكي مطلقا حكم استقبال واستدبار بكعبة مطلقا حرام است در صحرا باشه و چی در آبادی باشه و چی حائل در بین انسان در بین کعبه وجود داشته باشه و چی وجود نداشته باشه على كل حال اینمی حکم است که اینمی کار حرام است باب خروج النساء الى البراز باب است در بیان بیرون شدن زنها الى البراز به خاطر قضای حاجت براز با فتحه با صحرا را گفته میشه این زنها باب است در بیان بیرون شدن زنها الى البراز به صحرا به خاطر رفع قضای حاجت که براز است براز مبارزه را میگه جنگ کردن با هم جنگیدن مبارزه میگه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع عائشة رضي الله عنها رواية ميكونا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كي همسران النبي صلى الله عليه وسلم كي أمهات المؤمنين بدن كنا يخرجن بالليل ونها بيرون مشودن دشب إذا تبرزن هنقامي كي قضاء حاجات ميكردن إلى المناصع با دشت مبرمدن بالصحراء مبرمدن وهو صعيد أفيح إمام بخاري إلى تفسير ميكونا وهو صعيد أفيح مناصع منا صعيد منا دشت ميغا زمين أفيح ونمي زميني كفراخ باشا بزميني فراخ مبرمدن فكان عمر يقول در ابتداء عرب اونها إلى خوش نداشتن که در خانه‌ها تشناب باشه و کسی در خانه قضای حاجت بکنه اونها تشنابه را جور نمیکردن از این خاطر زنها در وقت شب به خاطر قضای حاجت به صحرا میبرمدن عائشة رضي الله عنها هذا واقعي إفك دوجة قفتك وكنا نخرج إلى من ليل إلى ليل ما يكشب تادي قشب بخاطر قضاء حاجات مبرمدم بخاطر كي غزارة كم مخردم بقضاء حاجات قدر ضرورت پیدا نمیشد و شب بخاطر ازی بیرون میشدن که ده شب پنهان میباشه فكان عمر يقول عمر رضي الله عنه ميقفت للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك يا رسول الله زنهاي خدا بزنهاي خد پرده و حجاب لازمكو فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رسول الله كان نمي كد بخاطرك يسترفع الله تعالى بو امر نشد بود بشيزك يسترفع الله مكلف نبود ازي خاطر ونمي سختير بكاس نمي اورد قبل نزول آيات الحجاب يحكم بود فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بس بيرون شد سودة بنت زمعاء كي همسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بود ليلة من الليالي يكشب الشبها عشاء ده وقت خفتن وكانت امرأة طويلة وبود سودة رضي الله عنها يكزاني قد دراز بود فناداها عمر رضي الله عنه بو آواز كد ألا قد عرفناك يا سودة خبر دار ترش ناختم أي سودة
ما ترى شناختم كتب رمدي حرصا على أن ينزل الحجاب إلى بخاطر أزيك حرص داشت بيك حجاب نازل شوا آية حجاب نازل شوا فأنزل الله الحجاب صلى الله عز وجل آية حجاب نازل كد الله قفك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هنقامك أزمهات المؤمنين تشزر سوال ميكونين فاسألوهن من وراء حجاب أزنها سوال بكونين أسفشت بردا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إنميك سوال كدان أسفشت بردا زياد باكيزة حسب قلبها شما وقلبها ينهار قلبها شما باك ميكونا وأي آيات وقت النبي صلى الله عليه وسلم بهمراء زينب رضي الله عنها ازدواج كد بعد زون نازل شد وياك از موافقات عمر رضي الله عنه كي عمر رضي الله عنه ما يخواس كآية حجاب نازل شوا والله تعالى موافق نظر عمر آية حجاب نازل كد ده بعض روايات هامده كي وقت كي عمر با سوداء إيرا قفت سوداء رضي الله عنها بيش النبي صلى الله عليه وسلم رفت يقصر برشكد في غمر الإسلام سرش عرق أحمد ما بيشترق في تبدأ وقت كي سرش وحي ميامد رسول الله عرق ميكد وإن جبينه ليتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشانيش از عرق جاري ميبود دروزك بسار خنكم ميبود باز الله عز وجل إنمي آيات هار نازل كد ويرم برشقفك قد أذن أن تخرجن في حاجتكن الله بشما إذن كردك شما بخاطر حاجتتان بيرون شوين حدثنا زكرياء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن عائشة رضي الله عنها فرمايتك النبي صلى الله عليه وسلم بونها قفك قد أذن لك بشما إذن شد أسترفع الله عز وجل أن تخرجن في حاجتكن كشما بخاطر حاجتي خد بيرون شوين أسخنا هايتان بخاطر حاجات بيرون شد ميتانين بدون حاجات نميتانين قال هشام بن عروة كي أزروات حديث حاجات تفسير مكن يعني البراز يعني بخاطر قضاء حاجات شما بيرون شد ميتانين ودر غير هذه إعامة هر حاجات بخاطر هر حاجات زن بيرون شد ميتانا مثلا بخاطر گرفتن و بخاطر فروختن اگر کسی نداشته باشه زن میتونه که از خانه برای یا بخاطر سوال کردن بخاطر استفتاء کردن بخاطر آموختن علم زن میتونه که از خانه خود بیرون شوه یا جمله حاجت هاست که رسول الله گفته که قد اذن ان تخرجن في حاجتكن لیکن وقتی که بیرون میشه بای مکلف است که زن مکمل حجاب بکنه الله گفته که ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى الله تعالى زنهار منا ميكون أزيكي مثل زمان جاهلات واريونها بدون حجاب بيرون شوا زيناتي خدا بمردم نشان بتا حتى الله تعالى قفتك وقت كزان أسخاناي خد بيرون مشا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ونها زمين خدا قدم خدا بزمين بزور نمانا ليعلم ما يخفين من زينتهن بخاطرك معلوم شوا در نتيجة زي ما يخفين من زينتهن ونمي زينتك ونها بنهان كرده که در پایشان کدام پایزیب باشه اونمی معلوم شوه و کسی صدای زوره بشنوه و حتی وقتی که بگپ میزنه الله تعالی به امهات المؤمنین خطاب میکنه که یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ای همسران النبی صلی الله علیه وسلم شما به مثل عام زنها نیستین شما مقام و منزلت دارین شان و مرتبه دارین ان اتقيتن اگر شما از الله میترسین اگر شما واقعا میخواین که متقی باشین فلا تخضعن بالقول شما نرم به امرای کسی صحبت نکنین با صدای نرم و لطیف و باریک به امرای کسی صحبت نکنین فیطمع الذی فی قلبه مرض بخاطر که باز تمام پیدا میکنه آن کسی که در قلبش مرض شهوت است از این خاطر اگر زن از خانه خود بیرون میشه بخاطر حاجت خود بیرون شده میتونه لیکن شرط ایست که محجب باشه این حکم بخاطر بعضی مردم میگه که حکم فقط مختص بأزواج مطهرات النبي صلى الله عليه وسلم يدرس نيس وقتی که الله تعالی با ازواج مطهرات پیغمبر اسلام امر میکنه که اونها به همین شکل از خانه های خود بیرون شوه در حالی که اونها مادران مؤمنان است الله به نص قرآن میفرماید و ازواجه امهاتهم و همسران النبي صلى الله عليه وسلم مادرهای مؤمنان است وقتی که الله به اونها اینمی امر میکنه به زنهای عام خو به طریق اولا اینمی خطاب است که اونا با حجاب برای و بخاطر ضرورت میتونه که برای
وسفر نمتنك بدون محرم بكنا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أن تسافر 3 أيام ولياليهن إلا ومعها محرم. جائز نیست بزنی که با الله و بروز آخرت ایمان داشته باشه که بالاتر از 3 روز یا 30 روز سفر بکنه مگر که با امرایش محرم باشه. در بعض روایت ها 1 شبانه روز آمده که زنی که با الله و رسول روز آخرت ایمان داشته باشه نمیتونه که 1 شبانه روز بدون محرم سفر بکنه. از این خاطر اگر زن محرم نداشته باشه حتی حج رفته نمیتونه که یکی از فرایض الله است، به رفته نمیتونه و نرم با امرای کس صحبت نکنه، بل وقتی که از کس سوال میکنه به ناز و به نزاکت با امرای کس گپ نزنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض. باب التبرز فی البیوت، باب است در بیان قضای حاجت کردن در خانه ها. این حدیث پیشتر باب ذکر شد که به خاطر قضای حاجت بیرون شدن ایجا به خاطر قضای حاجت در داخل خانه قضای حاجت کردن در باره به حدیث عبدالله بن عمر استدلال میکنه کیم درست است. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة. عبد الله بن عمر ميقا ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، بالا شد اما بالای چت خانه حفصه رضی الله عنها، بالای بام خانه حفصه رضی الله عنها که خانه رسول الله بود و خواهر عبدالله بن عمر بود. لبعض حاجتی بخاطر بعض کار خود بخاطر کدام ضرورت بالا شدم. فرأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس ما دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را یقضی حاجته که حاجت خود قضای حاجت خود میکرد مستدبر القبله، در حالی که پشت خود به طرف قبله دور داده بود، مستقبل الشام و روی خود به طرف کعبه دور داده بود. باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره. واسع بن حبان ميقا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما خبر هذا قال قفت لقد ظهرت ذات يوم بالاش ما يكرز على ظهر بيتنا بابامي خانيما بشتر ما قفتم كيف خاني خواهر انسان خانه خود انسان میباشه. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، پس ما دیدم رسول الله صلى الله عليه وسلم را قاعدا على لبنتين، در حالی که نشسته بود با 2 خشت مستقبل بیت المقدس، در حالی که روی خود به طرف بیت المقدس دور داده بود. این از این حدیث معلوم میشه که در داخل خانه اگر کسی تشناب جور میکنه و دو تشناب رفع حاجت خود میکنه دیگه کدام مشکل نیست، بخاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل خانه قضای حاجت کرده دیگه کدام مشکل نیست یعنی. و مسئله استقبال استدبار که قبلا از این حدیث امام بخاری استدلال کرده بود، سر از بحث کردیم که استقبال و استدبار به کعبه به هر شکلی که باشه، چی در خانه باشه و چی در دشت باشه، درست نیست و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم احتمال ازی داره که از جمله خصوصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. باب است در مورد استنجا کردن به آب. یکی استنجا است، یکی استجمار است. لفظ استجمار خاص است، استنجا عام است. استجمار استعمال سنگ و استعمال کلوخ و استعمال کاغذ تشناب ایره استجمار میگه و استنجا هم میگه. و لفظ استنجا عام است، اطلاقش به ازاله نجاست توسط آب و یا ازاله نجاست توسط کاغذ تشناب یا سنگ یا کلوخ یا هر آن چیزی که از جمله زائل کننده های نجاست باشه و استنجا میگه. این استنجا عام است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 قسم استنجا ثابت است. یکی استنجا فقط به آب و یکی استنجا فقط به سنگ ها. در صورتی که انسان سنگ ها را استفاده میکنه، استجمار میکنه یا به اصطلاح استنجا میکنه به سنگ، تایی یک شرط است که در حدیث آمده که سلمان فارسی میگه نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستنجی باقل من 3 احجار. رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا منع کرده از اینکه ما با کمتر از 3 سنگ استنجا بکنیم، یعنی حد اقل 3 سنگ باید استفاده شود. و از او اگر با 3 سنگ
محل پاک نمیشه انسان سنگ چهارم اضافه کنه پنجم اضافه کنه باز در حدیث آمده که انسان وقتی که از سه سنگ اضافه استفاده میکنه و من استجمر فلیوتر کسی که استجمار میکنه یعنی سنگ ها را استفاده میکنه فلیوتر طاق استفاده کنه یعنی وقتی که با 4 سنگ انسان پاک میشه باید که سنگی پنجم اضافه کنه به خاطر استجمار به خاطر ایثار به خاطر طاق بودن و استنجا تنها به آب امام بخاری رحمت الله علیه در باب رد میکنه به کسانی که اونها استنجا به آب را نادرست میدانه که تنها آب استفاده کردن درست نیست. از جمله صحابه هم بعضی صحابه بودن که اونها تنها استنجا را به آب کردن این وقتی که انسان قضای حاجت میکنه بدون از اینکه انسان سنگ استفاده کنه یا کلوخ یا کاغذ تشناب استفاده کنه یک انسان آب استفاده میکنه ایرا بعد میگفتن ابن ابی شیبه رحمت الله علیه از حذیفه ابن یمان نقل کرده که حذیفه ابن یمان درباره استنجا کردن به آب سوال شد که استنجا کردن به آب چی حکم داره. حذیفه گفت که اذن لا یزال فی یدی نتن وقتی که ما تنها به آب استنجا میکنیم در دست ما بدوی باقی میمانه از این خاطر تنها به آب استنجا نشوه پیش از آب آدم باید سنگ استفاده کنه بعد از او آب استفاده کنه. نافع از عبدالله بن عمر نقل کرده که از عبدالله بن عمر هم در مورد استنجا به آب سوال شد از عبدالله بن عمر نقل کرده که او گفته که درباره از او گفته که کان لا یستنجی بالماء عبدالله بن عمر تنها به آب استنجا نمیکرد. از عبدالله بن زبیر به همین قصه نقل شده که عبدالله بن زبیر گفته که ما كنا نفعله ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها به آب استنجا نمیکردیم. از علماء ممالک ابن التینک عالم است و از امام مالک نقل کرده که امام مالک گفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها به آب استنجا نکرده. البته این همه آثاری که از صحابه نقل است یا از سلف نقل است این نظر به علم خودشان است و نمی حدیثی که درباره استنجا به آب است چون به اونها نرسیده از این خاطر اونها انکار کرده. امام بخاری در این باب با اونها رد میکنه که تنها با آب استنجا کردن بدون از اینکه آدم سنگها را استفاده کنه در این کدام مشکل نیست به خاطر که رسول الله کار کرده. حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول عطاء بن ابي ميمونة روايت میکنه که ما از انس بن مالک شنیدیم یقول که میگفت انس بن مالک خادم خاص رسول الله بود که تقریبا 10 سال رسول الله را خدمت کرده در سفر د حضر و گفته که کان النبي صلی الله علیه و سلم نبی صلی الله علیه و سلم عادتش ای بود اذا خرج لحاجته هنگامی که به خاطر رفع حاجت بیرون میشد اجیء انا و غلام معنا می آوردم ما و غلام معنا و یک بچگک که به امرای ما می بود اداوه بالماء یک ظرف از آب را اداوه و نمی ظرفی که خرد باشه از چرم باشه و را اداوه میگه یک ظرف به امرای خود می آوردیم یعنی یستنجی به که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینمی آب استنجا میکرد بعد از اینکه قضای حاجت میکرد با اینمی آب استنجا میکرد. از این حدیث ثابت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها آب استفاده کرده. پس کسانی که ایره مکروه دانسته ایره بد گفته اصلا به اونها اینمی حدیث نرسیده. امام مالک گفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها آب استنجا نکرده. یا که عبدالله بن زبیر گفته که ما كنا نفعله ما در زمان رسول الله کار نمیکردیم. یا حذیفه ابن یمان یا عبدالله بن عمر که اونها تنها استنجا به آب را نادرست دانسته به اونها اینمی حدیث نرسیده. از این حدیث معلوم میشه که تنها آدم آب استفاده کردن میتونه و تنها به آب ازاله نجاست شده میتونه. درست است. اصلا ما پیشتر گفتم که رسول الله دو قسم استنجا ثابت است، تنها استفاده کردن آب و تنها استفاده کردن سنگها و دای دوتا بهترش اکتفا کردن به آب است که تنها آدم به آب اکتفا بکنه و اگر کسی تنها به سنگها اکتفا بکنه هم درست است که آب استفاده نکنه. البته امام نووی رحمت الله علیه گفته که تمام علما به اتفاق کرده اجماع کرده که بهتر
جمع است در بین حجر و در بین آب که آدم سنگو آب جمع کنه. شرایط فعلی که ما شما هستیم کاغذ تشناب و آب آدم جمع کنه، این بهتر است، به خاطر که با کاغذ تشناب اما جرم نجاست، اصل نجاست ازالهش میشه و با آب اما آثار نجاستی که باقی مانده باشه از بین میره. چون اسلام دین طهارت و نظافت است. اسلام نظافت و طهارت خوش داره، به نظافت و طهارت خیلی تاکید میکنه. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الله تعالی دوست داره کسانی که توبه کنندگان هستند و يحب المتطهرین، و الله تعالی خوش داره کسانی را که خود خوب پاک میکنه. از این خاطر بهتر است که انسان هر دو را استفاده بکنه، اما اگر کسی با یکیش اکتفا بکنه ده کدام مشکل و مضایقه نیست. باب من حمل معه الماء لطهوره. باب است در بیان کسی که حمل معه الماء که حمل میشه به همراهش آب لطهوره به خاطر طهارت کردنش، به خاطر که به آب طهارت بکنه. وقال ابو الدرداء رضی الله عنه که یک صحابی گفت الیس فیکم صاحب النعلین والطهور والوساد. ابو الدرداء رضی الله عنه گفت که با اهل کوفه خطاب کرده که الیس فیکم، آیا نیست در بین شما صاحب النعلین، و کسی که صاحب نعلین رسول الله بود، صاحب پیزارهای رسول الله بود، والطهور و صاحب آب طهارت رسول الله بود. ما پیشتر گفتم که طهور است، که طهور است، طهور معنی کسی که آب رسول الله را به همراهش حمل میکرد. والوساد و کسی که تکیه رسول الله را به خود حمل میکرد. هدف از عبدالله بن مسعود است که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه همیشه خدمت رسول الله را میکرد. نعلین رسول الله را و آب وضوء رسول الله را، وساده و تکیه رسول الله را به خود حمل میکرد، سواک رسول الله را به همراه خود حمل میکرد و خدمت رسول الله را میکرد. و از این معلوم میشه که خدمت اشراف، کسایی که اهل علم باشه، کسایی که اونها شرف داشته باشه، فضیلت داشته باشه، خدمت اهل الفضل به خاطر یک انسان منخبت است. مثل که ابو الدرداء رضی الله عنه اینا به عنوان منخبت عبدالله بن مسعود بیان میکنه که عبدالله بن مسعود کسی بود که صاحب نعلین و صاحب طهور و صاحب تکو و سواک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و امام بخاری از استدلال استنباط میکنه که اگر کسی به خاطر قضای حاجت میره بهتر است که به همراه خود آب وضو را به خود حمل کنه، به خاطر که بعد از اینکه رفع حاجت میکنه انسان وضوی خود تازه کنه. مثل که عبدالله بن مسعود همیشه آب وضوی رسول الله را به خود حمل میکرد، وقتی که رسول الله وضو را میشکستند باز وضو میگرفت. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا إداوة من ماء. أنس بن مالك فرماید که كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته، نبی صلی الله علیه وسلم هنگامی که بیرون میشد به خاطر رفع حاجت خود، تبعته انا و غلام منا، پشت از او میرفتم ما و یک بچگک که از ما بود. این بچگک بعضی گفته که عبدالله بن مسعود بود، لیکن اینجا گفته که منا که از ما بود، یعنی از انصار بود. این از این معلوم میشه که عبدالله بن مسعود نبود، به خاطر که عبدالله بن مسعود انصاری نبود، مهاجر بود. نمیشه الله علم که کی باشه. معنا اداوه من ماء، که به همراه ما می بود یک ظرف از آب که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رفع حاجت میکرد باز به استنجا میکرد و همچنان به وضو میگرفت. باب حمل العنزه مع الماء في الاستنجاء. باب است در بیان حمل کردن نیزگه که خورد یا عصاگه که خورد. عنزه اونمی عصا را گفته میشه که در سر ازو آیین تیز باشه. مع الماء به همراه آب فی الاستنجاء، در استنجا. دامی حدیث انس بن مالک در اینجا اضافه میکنه که به همراه آب با خود عنزه را هم میبردیم، به خاطر که رسول الله با آب استنجا میکرد و عنزه را به خاطر ازی میبرد که یک فایدهش بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که کدام جایی که قضای حاجت میکرد در سر ازو یک آیین تیز بود و توسط اونمی آیین زمین به خود نرم میکرد، به خاطر که قطرات بول در لباس و در جسد رسول الله نخورد، زمین نرم میکرد و دیگه او را استاد میکرد، باز چادر سر ازو میمان پرده میکرد و وقتی که قضای حاجت میکرد وضو را میگرفت، نماز که میخواند
از این به حیث ستره استفاده میکرد. اینا پیشروی خود میماند و ستره جور میکرد. بخاطر که ستره که از جمله چیزهایی است که در نماز مهم است. در یک حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه و آله به یک صحابی گفت که لا تصلی الا الى ستره، نماز نخوان مگر به ستره نماز بخوان. از این حدیث ابن خزیمه رحمت الله علیه به وجوب ستره استدلال میکنه که ستره در نماز واجب است و بدون ستره انسان نباید که نماز بخونه. و گرچه جمهور به این نظر هستند که ستره واجب نیست و سنت است، به سنت بودنش تمام امت اتفاق داره، لیکن بعضی علما این واجب میدانه که بدون ستره نماز نمیشه. پس این می نظر به خاطر ازی انتقال میکرد که وقتی که عذر میگرفت نماز که میخوان ازی به حیث ستره استفاده میکرد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك يقول عطاء بن ابي ميمونة از انس بن مالك شنیده که میگفت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل میشد به تشناب، فاحمل انا وغلام، پس حمل میکردم ما و یک بچگکی دیگه اداوة من ماء، یک ظرف از آب و عنزة و یک عصاگه که خوردی که در سر ازو یک عین تیز بود، یستنجی بالماء که به آب استنجا میکرد. تابعه النضر و شادان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. ایجا تفسیر عنزه را میکنه که عنزه اونمی عصاگه که گفته میشه عليه زج که در سر ازو یک عین تیز باشه و را عنزه میگن. باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب است بیان منع کردن از استنجا به دست راست. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة رضي الله عنه مفرميت كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، هنگامی که یکی از شما چیزی را مینوشه فلا يتنفس في الإناء، در داخل ظرف نفس خود نکشه. و اذا اتى الخلاء، و زمانی که یکی از شما به تشناب میاد، و اذا اتى الخلاء، زمانی که یکی از شما به تشناب میاد، فلا يمس ذكره بيمينه، و عضو تناسلی خود به دست راست خود مس نکنه، ولا يتمسح بيمينه، و استنجا نکنه به دست راست خود. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سه آداب به امت خود بیان میکنه. ادب اول وقتی که انسان آب می نوشه، در ظرف آب می نوشه، چای می نوشه، شیر می نوشه، هر چیزی که باشه در داخل ظرف انسان نفس خود نکشه، به خاطر که وقتی که انسان در داخل ظرف نفس خود میکشه طبعا اگر از اون ظرف کسی دیگه استفاده میکنه دیگرا از اون نفرت میکنه، به خاطر که دیگرا نفرت نکنه این کار نکنه. و بس وقتی که انسان در داخل ظرف نفس خود میکشه از دهن انسان کدام چیزی امکان داره که دو بفته باز دیگر ازو استقذار میکنه و حتی از طریق تنفس مرض از یک نفر به دیگر نفر سرایت کده میتنه. او که در حدیث آمده که لا عدوه، در اسلام عدوه نیست که مرض از یک نفر به دیگر نفر انتقال نمیکنه. هدف ازو یعنی انسان ایره مؤثر ندانه، لیکن در عالم اسباب این سبب مرض انسان شده میتنه، گرچه مؤثر الله هست لیکن این من تنفس سبب انتقال مرض از یک نفر به دیگر نفر شده میتونه. از این خاطر رسول الله امت خود عزیمه نکرد. و ادب دوم و اذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، زمانی که یک نفر به خاطر قضای حاجت میآید عضو تناسلی خود به دست راست خود مس نکنه، به خاطر که الله تعالی به دست راست شرافت داده. دست راست انسان به خاطر کارهایی است که دو کارها تکریم است، من باب التکریم است. در هر چیزی که شرافت و تکریم باشه انسان به دست راست خود نمی کارها را بکنه. مثلا در حدیث آمده که اگر کسی با کسی یک چیز را میته به دست راست میته، اگر از کسی چیزی میگیره به دست راست میگیره. و وقتی که انسان لباس خود میپوشه به دست راست خود انسان بپوشه. وقتی که انسان چیز را میخوره اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه و اذا شرب فلیشرب بیمینه، زمانی که یکی از شما چیز را میخوره به دست راست بخوره و چیز را که مینوشه به دست راست بنوشه. دست راست به خاطر نمی چیز است، به چیزهایی که داود تشریف و تکریم است، و به چیزهایی که داود تکریم نیست من باب چیزهای مستقذر است که انسان از اون نفرت میکنه. نباید که انسان دست راست خود
دو استعمال كنا اللمس كدني عضو تناسلي بعد استراس بس ده مورد اختلاف أي إنمي مطلقا حرامس مطلقا منعس يا در وقت قضاء حاجات منعس ده أكثر روايتها اللفظ يبول وهو يبول بأمرش أما ده وقت إنسان بول ما يكونه ده وقت بول إكارة نكونه بعض روايتها مطلقة مدى روايتها مطلقة هم روايتها مقيد حمل مشى إن تنهى ده وقت قضاء حاجات إنمي كار منعس إنسان عضو تناسلي يأخذ لمس نكونه بخاطرك احتمال يا زميرك دستراس إنسان شتل شوا قطرات بول ده دستراس إنسان بخورا ولا يتمسح بيمينه يا ده بس هو مسك مناسباتش بأمراء باب ده ينمجاز ولا يتمسح بيمينه واستنجاء نكون هيك يا السماء بده استراس تاخذ وقت كإنسان استنجاء يكون استنجاء بيت بده استشاب خذ بكنا شيء استنجاء أب باشا وشيء استنجاء سانغو كلوخو كاستشناب باشا ده وقت استنجاء كذا الإنسان دستراس تاخذ استفادة نكونه ده حديث سلمان الفارسي مك إمام مسلم رواية كذا وجام ذكر شو ذاك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم رمانا كذا أزيك ما دستراس تاخذ استنجاء بكنا مناسباتش بأمراء باب دينا مجملس ولا يتمسح بيمينه أيا دارها حييت